تقصیر این زنای بدبخت هم نبوده. یارو داشته رانندگی میکرده هیچی نمیدیده. الا ولا الا ولا 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 احسن ولا حبیبی برای قانون میرسه به سنت، حبیبی نمبر 2 میگه اوه اشتباه کردیم، از فردا هر کی خانم درایو میکنه میتونه این ولو برداره از جلوی چشماش، ولی ماشین رو باید بپوشونن، ماشین رو باید کاور کنن، کل ماشین رو کاور کنن، یه سوراخ فقط بزنن که اینو بزنن درایو کنن. اینقدر این زنا بنده خدا آزش میکشن. بس اینم در بیان. شما هم راحت باشین، درارین، جدی میگم راحت باشین. بچه هایی که این شب آمدن، کسی اینجا دورگه است؟ دورگه؟ شما دورگه این؟ یه رگ داری. شما دورگه این؟ دیگه کی؟ شما دورگه چیه؟ آلمانی و ایرانی. ببین مثلا دو تا بچه های دورگه رو شما ببینید، خوشگل ترین بچه های دنیا، یعنی باباشون مادرشون فرق نمیکنه، میتونن نمیگم حزن، میتونن زشترین آدمای دو تا نژاد مختلف باشن، زشترین یک نژاد و زشترین نژاد بعدی میان با هم بچه دار میشن، یه فرشته در میاد. بچهای دورگه تو فرهنگشون از بچگی توی خانواده‌ای هن که مادر و پدرشون از فرهنگ‌های مختلفن، یاد میگیرن که فرهنگ‌های مختلف خوبه. بعد این خیلی خوبه. من تمام کازنای من، کازن میشه پسر عموهای من، همشون دورگن، برای اینکه عموهای من خانماشون لاتین بودن. از آدمای عجیبی هستین شما. بعد چه اتفاقات مثبتی. ما از بچگی زن عموی من با عموی من مهمونی که مینداختن برای بچه‌ها، هر وقت تولد هر کی بود تمام دوست فامیلای اسپانیشون رو زن عموم دعوت میکرد، همه ایرونی‌ها رو هم عموم دعوت میکرد. بعد شما ببینین چقدر جالبه، ما تو خانواده ایرانی هر وقت مهمونی ایرونیه یکی بهش برمیخوره، فردا یکی بهش برخورده 100%. یکی میگه آقا من اومدم تو فلانی بلند نشد، یکی کفش من نگاه کرد فلان گفت، یکی نه آقا تو این مهمونی که دو تا برای اینکه ما از اول هم عمومون رو خیلی دوست داشتیم و هم زنش خیلی دوست داشتیم، مثلا همه فامیل که میومد همه درک با میشد، حتی اون یه دونه عمو دارم اخلاقش مثل سگ میمونه، اونم که میمد تو مهمونی‌ها لبخند میزد برای اولین بار. اصلا جالبه، همه میمدن به اسپانیش مثلا وقتی میگن سلام میگن اولا، میدونستین؟ اولا. این اون یکی عموما که عقل مثل سگ من فکر کرده بهش یارو گفته اولاق اولاق، اینم گفته اولاق اوکی آیم اولاق. اصلا هیچکی بهش هیچی بر نخورده، با هم حال کردن، رقص زدن. بعد ببین اسپانیشا که میدونیم رقصای سالسا بی‌نظیر، ایرانی هم که ما عاشق رقص و موزیکیم، ما از بچگی هیچ وقت هم موزیک که میذاشتن همه سالسا میرقصن، همه فامیل اسپانیش میخواستن به ایرونی‌ها یاد بدن که چرتی سالسا. ایرانی هم که اصلا نمیتونن هیچ وقت یاد بگیرن. دلیل داره، دلیلش اینه که ببینید ما آهنگ موزیک ایرانی هیچ چیزی نداره، ریدم نداره، یعنی شما رو بیت موزیک نمیرقصی، درسته؟ موزیکو فقط میذاری همه دست میزنن تکون، هر جوری شما حرکت بکنی با موزیک ایرانی خوبه، فقط میگن آقا اینجا رو تکون بده، درسته؟ موزیک ایرانی رو ریتم نیست، ولی مثلا شما سالسا که هستی تمام این قدم‌ها رو باید درست بعد این باید خیلی باید کار، باید مردا باید لید بکنن، زن خیلی قانون داره. بعد این بیچاره اسپانیش می‌خواستن به ایرانی‌ها دنس یاد بدن، آقا مثلا بهش میگه اورال یو کن دو دیس، و ایرانی گفت لایک دیس یولا نو it's like this it's like this. میفهمم لایک دیس. اونا دیگه اصلا مغز یارو سوخته مثلا یه جورایی. اسپانیشا میرقصن، شما میخوای یه رقص خوب سالسا، میخوای بدونی بهترین رقاص سالسای اون شب کیه؟ اون مردیه که اسپانیش یه پیرنای خیلی ابریشمی پوشن، دگمه ها باز تا ناف، اونایی که خیس عرقن، دگمه تا اینجا واضح اینجوری دارن میرقصن. مثلا یارو مثلا معمولا رو 90 95 سالش مثلا
راحت میرسه، بعد که رسم میشه این واکرشو میگیره اینطوری میره بیرون. در این حد اینا عاشق رقصن.